سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. امروز میخوام با برنامه اینشات رسم جدول رو یاد بگیریم. چجوری میتونیم یک جدول رو طراحی کنیم. وارد ویدیو میشیم و توی نیو قسمت فوتو یک عکس رو انتخاب میکنیم. میریم توی قسمت دانلودا، یک عکس سفید. خب این رو من مثلا به عنوان مثال انتخاب کردم. دورش کادر داره، دوست ندارم دورش کادر داشته باشه. کراپ میکنم، حذفش میکنم. حدوداً 15 ثانیه کاغذم رو میکشم. حالا میخوام، میبینید سفیدی اینجاش یه ذره بغلش با هم فرق داره. من میام تو کنواس و این رو بزرگ میکنم که تمامی سفیدیم یک دست باشه. خب این که تایید کردم، حالا میخوام یه دونه جدول بکشم. میام تو قسمت تکست و فاصله رو میزنم. میخوام شکلی که جدولی که میکشم مستطیل باشه. برای اینکه مستطیل باشه پس باید فاصله رو زیاد بزنم. خب میام تو اون قسمت چرخاننده رنگ، میام توی قسمت چهارمی که بوردر داره و این رو بزرگش میکنم. بعد میام نگاه میکنم، میخوام که یه ذره بزرگتر باشه، انقدر کافیه. خب این رو تایید کردم. الان این جدولمونه. میخوام چیکار کنم با این جدول؟ میخوام جدول ارزش مکانی درست کنم که یکان، دهگان، صدگان به نمایش گذاشته بشه و در آخر عدد بیاد پایین نوشته بشه. باز میام توی قسمت تکست. اگه شما میتونید دو راه داره، چون فونت من این قابلیت رو نداره من نمیتونم انجام بدم، اما اگه فونت شما این قابلیت رو داره، شما اگه آندرلاین رو بزنید پشت سر هم خط صاف براتون نمایش داده میشه. اما چون برای من نمیشه، من میرم توی قسمت استیکرها، توی قسمت عکس و یک خط صافی که قبلا طراحی کرده بودم رو به کارم اضافه میکنم. خب این رو بزرگ میکنم که یکان، دهگان، صدگانم مشخص بشه و این خط رو قرار میدم یه ذره بزرگه، کوچیکش میکنم. خب بعدش میام چی کار میکنم؟ اینو باز تا آخر ویدیو میبرم روی همین میزنم و کپیش میکنم. کپیشو میارم پایین و این دفعه میچرخونمش. برای چی میچرخونمش؟ چون میخوام جدول ارزش مکانی درست کنم دیگه، 1 10 تایی 1000 تایی. میخوام یه ذره بزرگتر باشه که کل جدولم اینجوری شه. خب دوباره از این کپی میگیرم، بعد انتقالش میدم اینور. دوباره از همین کپی میگیرم و انتقالش میدم به اینور. الان جدولم کامل شده، درسته؟ حالا میخوام بالاش بنویسم 1 10 تایی 100 تایی 1000 تایی و به صورت مخفف مینویسم. یعنی یه دونه مینویسم، فونتشو بزن عوض کنم که نه سلیق نباشه. خب بوردر داره، من دورشو که حذف کنم که فقط یه دونه بمونه. این میشه یکان. تا آخر میبرم. دوباره دهگان میارم اینجا تا آخر ویدیو. دوباره صدگان اینجا تا آخر ویدیو و در آخر 1000 تاییامون که اینجا می نویسم و تا آخر. خب حالا من میخوام اینجا 2 تا عدد رو با هم جمع کنم. حالا باید عدد اضافه کنم. خب میام می نویسم میخوام فونتش رو عوض کنم، خیلی درشته و جذابیت نداره به نظرم. میام رو همون فونت و دوباره ایران نسلی رو انتخاب میکنم تا آخر میبرم، اما اینو یه ذره میام عقب‌تر، میگم 2000 رو یه ذره میبرم جلو. سیصد زمین جلوتر. 50 تا آخر و یه دونه دیگه 8.
اینم یک مقدار بزرگتر میکنم و اینجا قرار میدم. حالا علامتم چیه؟ جمع یا منهای هیچ فرقی نداره. یه ذره میام جلوتر توی تکست و اینجا علامت حالا مثبت رو من انجام میدم و در اینجا 3 نقطه میتونم یه ذره بزرگش کنم که تو دید باشه. اینو میذارم اینجا و یه ذره باید کوچیک‌ترش کنم چون که بعد کنار عدد دوم قرار بگیره. خب اینم تا آخر میبرم، میام جلو یه بار دیگه 1000 رو میارم تا آخر. یه ذره باز میام جلو 400 و یه ذره بزرگترش میکنم، ادامه میام جلوتر 20 می نویسم، یه صفرم میذارم اون برش و در آخر اینجا می نویسم 0. حالا میام پایین و روی ببینم کدوم قسمت میشه، روی این یه کپی میکنم که اولش میره، اینو کوتاه میکنم و از بالا میکشمش میارمش پایین. خب حالا میخوام جمعمون رو بنویسیم، میگیم عددمون رو، حالا میگیم جمع تکنیکیه. از این اول یه ذره زیادترش کنم چون که کم میاد، 20 ثانیه بسه. میایم توی تکست ها و اینجا آخر ویدیو رو میزنیم که اضافه بشه وگرنه همه اینا نصفه میمونه. فکر نمی کردم کم بیاد. حالا میریم چیکار میکنم؟ چون که جمع تکنیکی از سمت چپ شروع میکنم. 8 به علاوه 0 چند میشه؟ میشه 8. میام اینجا یادداشت میکنم. البته اینجا که بخواد رنگش تغییر کنه چون که دارید حاصل رو مینویسید، بازم میرید توی ادیت، توی این رنگ ها و رنگش رو به دلخواه خودتون عوض میکنید. توی قسمت بعدی بریم میتونید دورش رو مشکی کنید که مشخص بشه. بازم احساس میکنم نارنجی بهش نمیاد، یه رنگ خاص انتخاب کنم. این مثلا خوب 8 باز تا آخر. اینجا میگیم 5 به علاوه 2 میشه 7. یک مقدار بزرگتر می نویسیم میاریم اینجا تا آخر ویدیو. بذاریم میاریم جلوتر 3 به علاوه 4 باز میشه 7. البته میتونیم باز از اینجا کپی بگیریم و بذاریم، اما چون من دارم بهتون آموزش میدم دوباره نوشتم. اینم یه مقدار بکنم. خب این رو هم تا آخر ویدیو میزنیم و در آخر 2 به علاوه 1 میشه 3. حالا اینو میاریم اینجا. خب حالا به ما گفته عدد رو بیا کامل بنویس. من میام چی کار میکنم؟ از 3 یه دونه کپی میگیرم، با استفاده از
کروماکی میام میزنم و این رو میارم پایین. خب میام روی 7 کپی میکنم، یه ذره کوچیکش میکنم، با استفاده از کروماکی این رو میکشونم و میارم پایین. دوباره از این 7 یه کپی میگیرم، یه ذره کوچیکترش میکنم، روی این فلش کروماکی میزنم و این 7 رو میارم پایین و در آخر از رو 8 یه کپی میگیرم، کوچیکش میکنم، زیاد کوچیک کردم البته، به وسیله کروماکی این رو میارم پایین و از بچه ها میخوام که این رو برای من بخونن. خب حالا با هم این فیلم رو یه بار دیگه نگاه کنیم. خب یکی 10 تایی، 100 تایی، 1000 تایی، 2358 به علاوه 1420. خب جمعش چجوری میشه؟ زیرش خط میکشیم، از یکان شروع میکنیم، جمعش مینویسیم. حالا این عدد رو برای من بخون. 3778 به همین راحتی و در آخر ثبت میکنیم و خروجی میگیریم.